السلام علیکم محیدین کبیری. من استاد شما، یزنه شما، برادر شما، همدیار شما، هموطن شما اسمت الله نرزلایف، سابقه دار معارف، آموزگار شما. با شما همیشه مراجعت میکنم که از شنیده من شما در بسیار موردها با سراغای کشور، وطن، حکومت سخنهای ناسزا میگویید. با فکر من این سخنهای میگفتگی شما نه به منفعت ملت، نه به منفعت خلق، نه به منفعت جامعه میباشد. گذشته خود را به یاد بیارید. ما شکر خدا آسوده و آسایشته زندگی داریم در فضای آسمان صاف، دیار تنج. با ما هیچ کس کاردار نیست، زندگی کرده ایستاده ایم. ما با همراهی احمد دولت پیری رانده ایستادیم. بچه ها در خدمت ما هستند. شما آدمی با فرهنگ و مدنیت هستید. دوستی را از من بیشتر میدانید. چخیلی که میرزا ترسونزاده گفته است آدمان از دوستی یا بدبخت دشمنی آورد به انسان روزی سخت. برای همین باید به خود هیچ کس را دشمن باید نساخت. برای همین باید با یکدیگر گفتگو کردن در کار، با وطن برگردید، در خدمت وطن باشید. این باعث سربلندی ما بشود.